اخبار این ساعت از طرف آژانس خبرگزاری جمهور به شما تقدیم می گردد. سلام، به اخبار ساعت 6:30 از زمزمه خوش آمدید. امروز پنجشنبه 8 جوزای 1393 که مصادف می شود به 29 می 2014. نخست سرخط خبرها. اظهارات چاک هیگل وزیر دفاع امریکا مبنی بر موجودیت عساکر امریکایی در 2 سال آینده، افزایش 18% خشونت‌ها علیه خبرنگاران، سقوط یک چرخبال امریکایی در قندهار و محکوم نمودن عاملین قتل یک خانم در پاکستان از سوی سازمان ملل. این هم مشروع اخبار با من اجمل غفوری. چاک هیگل وزیر دفاع امریکا روز چهارشنبه اظهار داشت نظامیان امریکایی که برای 2 سال آینده در افغانستان خواهند بود، آنها باید مطمئن شوند که نیروهای امنیتی افغان به پیشرفتشان ادامه می‌دهند و می‌توانند پس از سال 2016 امنیت کشورشان را تأمین کنند. به نقل از وال استریت جورنال، چاک هیگل در هواپیمایی که در مسیر آلاسکا حرکت می‌کرد گفت امریکا به مشاوره‌دهی نیروهای افغان ادامه داده و در تأمین امنیت بهتر افغانستان کمک خواهد کرد. آقای هیگل افزود ما از تصمیمی که گرفته ایم مطمئن هستیم. در 2 سال آینده ما به افغانها کمک می‌کنیم تا در جاهایی که ضرور است خودشان را حمایت کنند، از خودشان دفاع کنند، بر خودشان حکومت کنند و امنیت کشورشان را تأمین کنند. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را اعلام کرده که بر اساس آن 9800 سرباز آمریکایی پایان سال 2016 در افغانستان باقی خواهند ماند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان از افزایش 18% خشونت‌ها علیه خبرنگاران خبر می‌دهد. نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان طی یک نشست خبری در کابل بیان داشت در 5 ماه اول سال 2014 در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان 18% افزایش یافته است. آقای شریفی تصریح نمود که در 5 ماه اول سال 2014 میلادی تا حال 50 مورد خشونت در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده است. وی با بیان این مطلب که در میان این 50 مورد خشونت 5 قضیه قتل خبرنگاران هم شامل است، تأکید نمود که مسئول 63% از این خشونت‌ها بر علیه خبرنگاران نیروهای امنیتی افغان و مقامات دولتی کشور هستند. این گفته‌ها در حال مطرح می‌گردد که مقامات امنیتی بارها وعده سپرده‌اند که مشکل اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی علیه خبرنگاران را جدی دنبال نموده و میزان ارقام این خشونت‌ها را به حد اقل می‌رسانند. مسئولان امنیتی در ولایت قندهار میگویند که در نتیجه سقوط یک هواپیمای آمریکایی 1 سرباز کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. آیساف با نشر اعلامیه این خبر را تایید کرده و گفته است که بر اثر سقوط یک هلیکوپتر این سازمان 1 سرباز کشته شده است. در اعلامیه آمده است که این چرخبال در جنوب افغانستان سقوط کرده، اما جای مشخص و دقیق از سقوط این هواپیما ارائه نشده و در مورد هویت سرباز آمریکایی نیز چیزی گفتن نشده است. رئیس ستاد ارتش آمریکا گفته است که کشورش نیروهای امنیتی افغانستان را در مبارزه با تروریسم تقویت می‌کند. مارتین دیمپسی رئیس ستاد ارتش آمریکا گفته است حضور 9800 سرباز آمریکایی تا پایان سال 2016 نیروهای افغان را در امر مبارزه با تروریسم تا خودکفایی کامل آنان کمک خواهند کرد. جنرال دیمپسی گفت می‌خواهیم نیروهای قابل اعتماد و توانمندی که قادر به مبارزه علیه تروریسم باشند آماده سازیم. او در صحبت با رویترز گفته است که همتایان افغانستانی و پاکستانیش نیز از حضور نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2016 در افغانستان استقبال کردند. دیمپسی تاکید ورزیده است که شمار اندکی از نیروهای آمریکایی پس از سال 2016 در افغانستان باقی خواهند ماند. در نتیجه درگیری نیروهای افغان با طالبان مسلح در ولایت هرات دست کم 2 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. بنابر گزارش سخنگوی پلیس هرات، طالبان مسلح با این حمله قصد تصرف مرکز فرماندهی پلیس اوبه را داشتند.
عبدالرؤوف احمدی در خبرنامه ارسالی خود آورده است که پس از آتشبازی مخالفان دولت بالای فرماندهی پلیس اوبه درگیری شدیدی آغاز شد که در نتیجه تلفات به طالبان مسلح وارد آمد. او بیان داشت که در این نبرد طالبان پس از متحمل شدن تلفات از آن منطقه وادار به فرار شدند. این هم ادامه اخبار از خارج کشور. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین میگوید که برای تحقق صلح دولت اسرائیل باید به میز مذاکره بازگردد. سایت الیوم گزارش میدهد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دیدار با 300 فعال اسرائیلی در رام الله بیان داشته است که به هیچ عنوان راه دیگری برای تحقق صلح میان فلسطین و اسرائیل جز انجام مذاکرات مسالمت آمیز وجود ندارد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل سنگسار یک زن باردار پاکستانی به دست خانواده‌اش را به شدت محکوم نموده است. ناوی پلاوی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکوم نمودن این رویداد خواستار تدابیر ضروری از سوی دولت پاکستان برای جلوگیری از این گونه جنایات شد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه قتل فرزانه پروین را یکی از موارد بیشمار قتل‌های وحشیانه زنان پاکستانی به دست افراد خانواده ایشان توصیف کرد. گفتنی است که روز سه‌شنبه گذشته زنی به نام فرزانه پروین که برخلاف میل پدرش با مرد ازدواج کرده بود در یکی از میادین شهر لاهور به دست پدر و افراد خانواده‌اش سنگسار شد. و وزارت خارجه اوکراین گفته است که یک صندوق کمک‌های 5 میلیارد دلاری را به منظور کمک به کشورهای دیگر برای مبارزه بر ضد تروریسم ایجاد می‌کند. جان کری وزیر امور خارجه امریکا گفت رئیس جمهور اوباما این مسئله را چند ساعت بعد از سخنرانی در اکادمی نظامی در وست پوینت نیویورک اعلام خواهد کرد. اوباما دیروز در اکادمی نظامی وست پوینت سخنرانی کرد. در همین حال جان کری گفت این کمک ضد تروریسم به امریکا اجازه خواهد داد تا منابع و تلاش‌ها در برابر تروریسم را به نقاط دیگر جهان معطوف سازد. این بود اخبار این ساعت. تا مجموعه بعد، خدا نگهدار. اخبار این ساعت از طرف آژانس خبرگزاری جمهور به شما تقدیم گردید.